در رقابت دو پهلوان کشورهایی که امروز مهمانند ویتالی و زاهد جان بعد 15 دقیقه به میدان میبرویند. توفای محسن و پهلوان شهرتیار تاجیکستان تیمور $200 دیگر زن گردید. انا همین خیل ترتیب احترام تشکر دستی شما عزیزان میدان خاولینگ درد را نبینند. احسن با تیمور و با پهلوان همسایه کشور عزیز هاپا تشکر زیهی ابرمرد میدان جودوی تاجیک که امروز مردم از تو افتخار میکنند. در فهرست بهترین های ستاره جودوی سیاره نفر پنجم چون معرفی کردیم تیمور رحیموف. با توجه همه مخلصان و هواداران ورزش میهن یک بانوی محبوب تاجیک گلسنبی شریف و با دریافت راحتی بازی های المپی توکیو سرفراز گردید. در مسابقات جمهوری ازبکستان نتیجه شایسته را گلسنبی به دست آورد و اولین راحتی بانوان تاجیک با المپیاد توکیو. این موفقیت همه ما و شماست. یک کفکوبی دیگر به خاطر رشد ورزش کشور. خب برای رقابت فریاد امروز هم براستی برای در سطح بلند انجام دادن این چاره‌بینی ها وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همکاری باز هم با دیگر کمیته های مربوط به ساحه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولینگ
این چورابینی با شکوه را در مجموع بیش از 50,000 نفر تماشابین رقابت های پهلوانان را در میدان خاولینگ در این جشن با شکوهی که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است تماشا کرده ایستادم و جوانان هم آینده فردای ملتند. روز 23 می این جشن جوانان هم تجلیل می‌گردد که این هم ربط به چاره‌بینی های ایدانه ورزشی و فرهنگی در روز 23 می محسوب می‌یابد. من با کمیته تدارکات به هر یک فرزندی خاولینگ از نام همه شنوندگان عرض سپاس و منتداری میکنم که واقعا هم تنتنه را امروز در خاولینگ به عید حقیقی گشتین تبدیل دادن. جهان سپاس. یک قرصکی صمیمانه شما. خوش آمدید مهمانان محترم و عزیز تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیون روسیه. رسول باقیوف قدمتان بالای دیده مردم شرفمند و مهمان نوازی خاولینگ یک بار دیگر به افتخار رسول قرصک زنیم. خوش آمدید. قدر کرده دو تن پهلوان معروف روسیه را جایزه داران مسابقات قهرمانی اروپا و آسیا را به خاولینگ آوردنتان شهامت و افتخارمندی هر یک فرد است و این صمیمیت وطنداری شما را بار دیگر اثبات میکند. یک جهان سپاس به این چهره سرشناس و ابرمرد گشتین جودوی تاجیک. جهان سپاس به فدراسیون جودو، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری هم سپاس میگوییم که امروز خلعت و لباس های ورزشی گشتین ملی را به اینجا تقدیم کردند و تبلیغ این نوعی ورزشی سنتی بهر فردای کاری روشنی ماست. داوران هم طول 5 ساعت میدانداری پهلوانان را خالصانه حکمی کردند. ابتدا از عبدالله سعید خواجه‌یوف و تا به باور خوجندیجوف که از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خاولینگ